بریم سراغ تحلیل بیت کوین بچه‌ها. امروز اگه تصویر نداریم ببخشید، باتری دوربینو باز یادم رفته بزنم تو شارژ. بریم که بررسی بکنیم. شاید چند روزی تحلیل بیت کوین ویدیو نداشته باشیم، یه چند روزی بخوام استراحت کنم. شاید هم فردا دوباره تحلیل بیت داشته باشیم، نمیدونم. جدا از اون یه ویدیو توی کامنت میذارم، بریم ببینین. حتما راجع به همون قرعه کشی هست، اونو حتما نگاه کنین. چیز خیلی به درد بخوریه، خیلی چیز عجیب غریبیه واقعا. همین. بریم سراغ تحلیل بیت. راستی اینجا ترید سیتی پرو، منم ارشد عزیزپور هستم. به چنل من خوش اومدی. سلامم که باید بدیم سلام. اگه دوست داری سری بیت کوین ببینی، آموزش آگان تحلیل تکنیکال ببینی یا موضوعات مرتبط با ترید که جایی گفته نمیشه، جای درستی اومدی، حتما سابسکرایب بکن. بچه‌ام که قبل برگشتین خوش برگشتین، لایک فراموش نشه، کامنت بذارین، نوتیفیکیشن روشن بکنید. هفتگیمون 2 روز و 16 ساعت دیگه بسته میشه به سلامتی. مدلی که میخواد ببنده آنچنان تأثیری نداره تو زندگیمون بچه‌ها، بارها گفتم. این روزانه رو کاری بکنیم باش. یه خیلی خودم و خیلی از آدما و تقریبا 90% اونایی که تکنیکال دارن درست رعایت میکنن به نظرم، همه منتظر این محدوده 24800 تا 25000 ایم. وقتی همه منتظر یه محدوده ایم شاید بهش نرسیم هیچ وقت. نه اوکی، یه کاری، یه ریسکی میتونیم بکنیم بچه‌ها. یه استاپ بای بالای 26636 با یه استاپ لاس طرفای 25800 میشه 3% ضرر. مدیریت سرمایه بکنید که کلا 0.5% ضرر کنید. کلا 0.5% سرمایه ضرر کنید. بچه 0.5% سرمایه چیزی نیست دیگه، واقعا دیگه. قبوله؟ واقعا چیزی نیست 0.5% سرمایه دیگه. بذارین بیت کوین بگیریم، تهش اینه که استاپ میخوریم. این جدا از فیوچرز ها، دارم راجع به اسپات صحبت میکنم. تهش اینه که استاپ میخوریم، اشکالم نداره. یه استاپ خوردیم، 0.5% سرمایه ضرر کردیم. پس اینو تو ذهنتون نگه دارین. بعدا هم نه این قور بزنین شما گفتی اینجا بگیر ما رفتیم استاپ خوردیم. ما آره، استاپ جزوی از زندگی یه تریدره، جزوی از مسیر زندگی یه تریدره، اصلا جدا نشدنیه. یعنی نمیشه استاپ نخوریم و بعد بخوایم سود کنیم یا هر کاری بخوایم بکنیم. این یه دونه ریسکش به نظرم میارزه که یه استاپ 0.5% براش بخوریم. این همه تو فیوچرز استاپ میخوریم، ولی یه دفعه هم تو اسپات استاپ بخوریم، اتفاق خاصی نمیافته برامون. اوکی، بریم سراغ 4 ساعته. پوزیشن لانگ میخوام باز کنم، چیکار بکنم؟ شاید بعد همین کندل 4 ساعته بتونیم بری فیوچرز لانگ باز کنی ها. ولی بذار من اینو بیارم قرار بدم اینجا. اوکی، بریم تو 1 ساعته. جای درست واقعیت جای درست کف این نقطه است. پس تا وقتی که زیر 26668 هستیم تو فیوچرز بهتره پوزیشن لاین باز نکنیم. بذاریم بازیاشو توی این باکس اینجا هستش انجام بده. میخوای بگی باکسمون یه ذره بزرگه؟ خب آره، باکسمون یه کوچولو بزرگه، ولی بعد از این 26668 تایید لانگمون رو میتونیم بگیریم. واقعا کلا هم 0.5% بالاتره دیگه، میشه 0.5% صبر کرد برای اینکه پوزیشن لاین باز کنیم. دیروز من خودم استاپ سل گذاشتم اینجا، نیومد فعال کنه. با این کندله نیومد فعال بکنه. الان استاپ بای بزنیم با این. بچه این موج اوله، یه دور بیاد دوباره بیاد پایین، بعد که دوباره میخواست بیاد بالا، حالا یا کندل منو میبینیم یا اینجا رو میشکونه که بهتون گفتم اینجا رو به دردمون نمیخوره. به یه شرطی خطمون رو میاریم پایین، اینجا قرار میدیم، اونم اینه که یه بار دیگه از اون نقطه ریجکت بخوریم. خطمون رو میاریم پایین، توی این نقطه قرار میدیم. بریم هم تو 15 دقیقه. چیز خاصی نداره برای لانگ همونه. برای پوزیشن شورت ببین، زود هنگام، زودتر از موعد میتونی رو 26399 کاراتو انجام بدی. ولی به نظر من یک شنبه هم که داره نزدیک میشه، وایسا زیر 26109 پیگیری پوزیشن شورتتو بکن. راحت تر هم هست، ورود بهتری هم بهت میده. اوکی، بریم توتال 2. خب اینجا همون جایی بودش که گفتم چیزی نمیتونم براتون پیدا کنم رسم کنم. واقعا چیزی نمیتونستم من پیدا کنم رسم کنم. اینو بیارم بذارم اینجا میشه نو ترید زون، یعنی بالای 563.071 لانگ باز نکنیم. نه، بعد از 565.298 لانگ باز کن.
پوزیشن شورت چی؟ پوزیشن شورت رو میتونی زودتر باز کنی. اینجا رو ببین، یه کفی درست کردیم روی 559.423. با شکست این نقطه میتونی پوزیشن شورت باز کنی. میتونم این رونده رو من برات بکشم، روندو بشکنه، این کف 559.467 هم بشکنه، پوزیشن شورت باز کنی. ورود مطمئن‌تر نداره، توتال ورود مطمئن‌تر نداره. هر کدوم از اونها یه تریگر وروده. ورود مطمئنت اینه که باید وایسی بیاد ببینیم با این کف این 555.501 چه ریاکشنی نشون میده. بعدش تصمیم بگیریم. کاریش نمیتونیم بکنیم، واقعیت کاریش نمیشه کرد. بریم سراغ USDT.D. این خیلی قشنگ نشونه بارز اینه که چیکار بکنیم. بعد از 7.83 لانگ پوزیشن شورت میخوای باز بکنی، اوکی، تو یه ساعته همینجا تاییدشو داره میده. بخشی پوزیشن لانگ میخوای باز بکنی، اینجا شورت بود 7.83. پوزیشن لانگ میخوای باز کنی تو یه ساعته داره تاییدشو میده. تو 4 ساعته چی؟ نه نمیده. 4 ساعته تاییدشو نمیده. باید وایسیم مثلا قیمت برسه به 7. 4 ساعته باید وایسیم قیمت برسه 7.68. اینجا رو یا بشکونه یا یه ذره اینجا بازی بکنه بعد رو به پایین حرکت کنه. در غیر این صورت نمیارزه برای پوزیشن لانگ. دیگه اون بستگی به خودت داره و ریسکی که میخوای بکنی. اگه میخوای ریسک بکنی، بله، تحلیلی که تموم شد اگه زیر 7.72 بودیم یا همینجا میتونی بری حساب با اینا بذاری. روی چه کوینایی؟ بذار یه دقیقه بریم بعدش میریم دامیننس رو نگاه میکنیم، به نتیجه میرسیم. بعد از 7.83 راحت پوزیشن شورت باز کنیم. زودتر چجوری؟ میتونی بعد از 7.76 پوزیشن شورت باز کنی. بریم سراغ دامیننس بیت کوین. فکر کنم نشوندیم هنوز اون نقطه رو. بله نشوندیم. اصلا دامیننس بیت سعودیه. سعودی که دروغه، داره کندلای سبز میزنه. اوکی، همراه با سعودش داره یه کندلای سبزی هم میزنه. پس اگر پیر BTC سعودی پیدا کردین، USDT هم داشت میشکوند، میتونین برین اونو باز کنین یا خود بیت کوین رو میتونین باز کنین. ولی گفتم که ورودش یه ذره دیرتر باشه بهتره. یعنی شاید امروز پوزیشن باز نکنین، یه ذره شرط زندگیتون بهتر باشه. شاید، نمیگم احتمال حرکت نیست، ولی تاییدامون یه ذره کمه. دامیننس بیت اونم بیاد زیر 47.67، میتونیم تایید این که ریزشی شده رو بگیریم ایشالله. اون موقع دامیننس بیت اون ریزشی، مارکت اگر سعودی بود آلتا بهتر میرن بالا، مارکت اگر نزولی بود اونایی که به پیر BTC نزولیان خیلی میریزن زیاد. اوکی، بریم سراغ ETH BTC. همچنان به این روند مسخره یه ذره سعودیش داره ادامه میده. تریگر ورودم نداره واقعا. بعد از 68 میتونیم بگیم خب اوکی، نسبت به بیت میخوای سعودی تر بشی. همین، واقعا همین. خود ETH USDT چی؟ زیر 17.75 شورت، لانگم یه ساعته رو ببینم، زیر 17.75 شورت. اوکی، اون توش بحثی نیست. برای لانگ بعد از 18.28.17 میتونی ریسکی ورود بزنی. همین دیگه، حرفی نه در مارکتمون. گفتم هم زود آپلود بشه براتون، هم دیر دارم ریکوردش میکنم. همین که جمعه است، حواستون به فردا و پس فردا باشه. اگر احیانا تحلیلی ندادم بذار چند تا حالت رو بهتون بگم. یک، اومده اینجاها داره بازی میکنه، وایسین 2 تا سقف ببینین، یه سقف ببینین تریگر ورود لانگتون رو پیدا کنین. 2، اومده اینجاها داره بازی میکنه، این کف 26.668 اگر صفر شد، اگر چند بار برخورد کرد، باهاش پوزیشن شورت میشه باز کرد. اومده از اینجا ریجکت خورده داره اینجا بازی میکنه، پیگیر پوزیشن شورت باش، لانگو بی خیال شو. مگر اینکه یه باکس طولانی درست کنیم بتونیم یه خط بکشیم که باش لانگ باز کنیم. اوکی، این چند تا نکته، این چند تا مورد رو در نظر بگیرین. اینم گفتم اگر تحلیل نذاشتم، شایدم بذارم. خیلی ممنون. اینو گفتم اگه احیانا تحلیل نذاشتم نگران نشین یا هر اتفاقی. بهترین موقع هم هست که بشین آموزش قدیمی و ویدیوهای قدیمی رو نگاه بکنین، چون
یه دونه ویدیو از پیوت مونده که اونو براتون میذارم، تموم میشه دیگه پیوت، بعد فیبو اون شروع میشه. لایک کامنت فراموش نشه، نوتیفیکیشن هم روشن کن. شب و روزت خوش.